امیدوارم که به برکت این ماه مبارک رمضان و دهان روزه در این ماه از جمله مقبولین و مغفورین و مرحومین باشیم. خدا از تقصیرات ما و شما در بگذره، توفیقاتش رو نصیب بکنه، ایمان و اخلاق و عقیده منو افزایش بده، به برکت‌های زندگیمون بیافزاید، خودمون و خانواده و بچه هامون و عزیزانمون و همه کسانی که دوستشون داریم خدا در همه امور و شؤون زندگی خاتمه به خیر و روسفید دنیا و آخرت بکنه و خداوند به ما و شما توفیق بده این چند صباحی که زنده هستیم کارهای بزرگ و خوب و ارزشمند برای خودمون، برای بچه هامون، برای نسل‌های بعدی، برای جامعهمون، برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم و جامعه انسانی انجام بدیم. چه باید همه در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت، خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خویش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند.